به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع میکنم. این کتاب نامش مردان مریخی و زنان ونوسی هستش. چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم. دکتر جان گری، ترجمه مهدی قراچداغی که توسط نشر البرز در سال 1376 به نوبت چاپ پنجمش رسیده که در تهران چاپ شده. این کتاب ابتدا با مقدمه و سپس با 13 فصل شروع شده. با من همراه باشید که مقدمه رو بخونم و بعد برم از فصل اول که ببینیم این کتاب چه چیزی داره برای کشف و لذت بردن. مقدمه. یک هفته پس از تولد دخترمان لورن، من و همسرم بونی به شدت از پای در آمده بودیم. لورن هر شب ما را بیدار می‌کرد. بونی زایمان دشواری را پشت سر گذاشته بود و برای تخفیف درد قرص‌های مسکن می‌خورد. حرف زدن برای او دشوار بود. پس از 5 روز که برای کمک به بونی در منزل ماندم، به سر کارم برگشتم. به نظر می رسید که حال بونی رو به بهبود است. در دفتر کارم بودم که قرص‌های مسکن بونی تمام شد و او به جای اینکه به دفترم زنگ بزند، از یکی از برادرانم که به دیدار او رفته بود خواست که برایش چند عدد قرص مسکن خریداری کند. اما برادرم با قرص برنگشت و در نتیجه بونی تمام مدت روز را با تحمل درد پشت سر گذاشت و از لورن مراقبت کرد. من هرگز نمی‌دانستم که او روز سختی را پشت سر گذاشته است. وقتی به منزل مراجعت کردم او را بسیار ناراحت یافتم. ناراحتی او را به اشتباه ارزیابی کردم و به ذهنم رسید که قصد سرزنش مرا دارد. بونی گفت تمام مدت روز درد کشیدم. قرص‌های مسکنم تمام شد. تک و تنها در رخت خواب افتادم و کسی به من کمک نکرد. در حالی که لحن تدافعی گرفته بودم به او گفتم چرا به من زنگ نزدی؟ بونی پاسخ داد از برادرت خواهش کردم که برایم قرص مسکن بخرد، اما او ظاهراً فراموش کرد. تمام مدت روز در انتظار آمدن او بودم. کار دیگری از من ساخته نبود. من هنوز به راحتی راه نمی‌روم. احساس می‌کنم به حال خود رها شدم. به اینجا که رسید منفجر شدم. عصبانی بودم که چرا به من زنگ نزده و از اینکه در شرایطی مرا سرزنش می‌کرد که حتی نمی‌دانستم او درد می‌کشد برآشفتم. پس از اینکه چند جمله تند میان ما رد و بدل شد، به سمت در رفتم تا از اتاق بیرون بروم. خسته و برانگیخته بودم. در واقع هر دو ما به شدت ناراحت بودیم. در این زمان اتفاقی افتاد که می‌توانست زندگی مرا تغییر دهد. بونی گفت صبر کن. لطفاً از اتاق بیرون نرو. حالا بیش از همیشه به تو احتیاج دارم. درد میکشم. چند روز است که نخوابیدم. لطفاً گوش کن. ببین چه میگویم. لحظه ای ایستادم تا حرفش را بشنوم. گفت جانگری، تو دوست نیمه راه نیستی. وقتی حالم خوب است و بونی دوست داشتنی هستم با من هستی، اما به محض آنکه اشکالی بروز کند و من نتوانم مطابق دلخواه تو ظاهر شوم، به سمت در میروی. در اینجا بونی لحظاتی مکث کرد. اشک در چشمانش حلقه زده بود. در حالی که نحن سخنش تغییر یافته بود گفت من درد میکشم و کاری برای تو نمیتوانم بکنم، اما حالا بیش از هر زمانی به تو احتیاج دارم. لطفاً کنار من بنشین. لازم نیست حرفی بزنی. میخواهم در کنار من باشی. میخواهم بازوانت را احساس کنم. لطفاً نرو. به سمت او رفتم و بی آنکه حرفی بزنم بازوانم را به دور او حلقه کردم. بونی میگریست. چند دقیقه بعد از اینکه او را ترک نکرده بودم از من تشکر کرد و گفت که میخواسته او را لمس کنم. در آن لحظه به معنای حقیقی عشق بیچشم داشت پی بردم. همیشه خود را انسانی دوستدار دیگران میدانستم، اما حالا به این نتیجه رسیدم که حق با بونی بود. من دوست نیمه راه بودم. تا زمانی که او شاد و سرحال بود و محبت میکرد متقابلا به او محبت میکردم، اما اگر ناراحت بود احساس میکردم که مورد سرزنش قرار گرفتم و با این ذهنیت با او مشاجره میکردم و از او فاصله میگرفتم. آن روز برای نخستین بار بونی را ترک نکردم.
پیش او ماندم و احساسی بس خوشایند سراسر وجود مرا گرفت. توانستم آنچه را او به واقع نیاز داشت به او بدهم. احساس کردم که عشق حقیقی یعنی همین، یعنی مراقبت از یک انسان دیگر، یعنی مهر اصیل و بیچشم داشت، یعنی حضور در وقت نیاز. در شگفت شدم که چه راحت وقتی راه آن را به من نشان دهند میتوانم شوهری حمایت کننده باشم. چگونه تا آن زمان را نمیدانستم؟ او تنها به این نیاز داشت که نزد او بروم، کنارش بنشینم و با او صمیمانه حرف بزنم. زنها به راحتی این را درک میکنند، اما من مرد بودم و نمیدانستم که زنها تا چه اندازه به محبت همسرشان بها میدهند و از آن استقبال میکنند. با رعایت این تفاوت‌ها راه جدیدی در ارتباط با زنم پیش پای من قرار گرفت. هرگز باور نمی‌کردم به این سادگی بتوانیم اختلافات زناشویی را حل و فصل کنیم. قبلا وقتی مشکلی بروز می‌کرد بی‌تفاوت می‌شدم، زیرا خیلی ساده نمی‌دانستم چه کار دیگری از من ساخته است. به همین دلیل ازدواج نخست من بسیار دشوار و دردناک تمام شد. اما تجربه جدید نشان داد که چگونه میتوانم این انگاره را تغییر دهم. ملهم از این حادثه 7 سال درباره روابط میان زن و مرد مطالعه کردم و حاصل آن کتابی است که همکنون میخوانید. وقتی در عمل تفاوت‌های زن و مرد را تجربه کردم، ناگهان به این نتیجه رسیدم که لازم نیست زندگی زناشویی من تا این حد به دشواری بگذرد. با این آگاهی جدید درباره تفاوت‌های میان زن و مرد، من و بونی توانستیم روابط خود را متحول کنیم و از یکدیگر بیشتر لذت ببریم. در ادامه بررسی درباره تفاوت‌های میان زن و مرد، راه‌های جدیدی برای بهبود مناسبات زناشویی خود پیدا کردیم. ما حالا مطالبی درباره امور زناشویی می‌دانیم که پدر و مادر ما هرگز از آن آگاه نبودند و بنابراین نمی‌توانستند آن را به ما آموزش دهند. وقتی این بینش جدید را با کسانی که برای مشاوره درباره امور زناشویی به من مراجعه کردند در میان گذاشتم، مناسبات زناشویی آنها نیز متحول شد. در عمل هزاران نفر از کسانی که در سمینارهای هفتگی من شرکت می‌کنند توانستند یک شبه روابط زناشویی خود را متحول سازند. اکنون 7 سال از شروع این سمینارها می‌گذرد و هنوز زوجها از فواید این آموزش حرف می‌زنند. عکس‌هایی از خود و همسر و فرزندانشان می‌فرستند، برای من نامه می‌نویسند و از اینکه زندگی زناشویی آنها را نجات دادم تشکر می‌کنند. گرچه علاقه خود آنها به یکدیگر ناجی ازدواجشان بوده است. بدون اطلاع لازم از جنس مخالف خود به احتمال زیاد کارشان به طلاق می‌کشید. 9 سال بود سوزان و جیم با هم ازدواج کرده بودند. مانند اغلب زوجها آنها در شرایطی ازدواج کردند که به هم علاقه داشتند. اما چند سال بعد وقتی رنجش و ناراحتی و دلسردی بر زندگیشان سایه افکند، مهر و محبتشان به سر رسید و تصمیم به متارکه گرفتند. قبل از متارکه در یکی از سمینارهای هفتگی من درباره روابط زناشویی شرکت کردم. سوزان میگفت هر کاری که فکر کنید برای بهبود روابط خود انجام دادیم، اما به این نتیجه رسیدیم که بیش از اندازه با هم تفاوت داریم. در جریان سمینار آنها با حیرت به این نتیجه رسیدند که تفاوت‌های آنها نه تنها طبیعی است بلکه باید آن را انتظار داشته باشند. وقتی دریافتند که سایر زوجها نیز با مسائلی از این قبیل روبرو هستند، آرام گرفتند. در مدت 2 روز سوزان و جیم به فراستی کاملا جدید درباره زن و مرد دست یافتند. این دو مجدداً دوستدار و دلبند یکدیگر شدند و روابط زناشویی آنها به گونه‌ای اعجاب‌انگیز تغییر کرد. فکر متارکه را از ذهن خود خارج ساختند و تصمیم گرفتند که باقی مانده عمر خود را با هم بگذرانند. جیم میگفت اطلاعاتی که درباره تفاوت‌های زن و مرد به دست آوردم همسرم را به من بازگردانید. این بزرگترین هدیه‌ای است که تاکنون دریافت کردم. ما بار دیگر به هم عشق می‌ورزیم. 6 سال بعد وقتی مرا برای دیدن خانه جدید و خانوادهشان دعوت کردند، هنوز عاشق یکدیگر بودند و هنوز از کمکی که به آنها کرده بودم تا ازدواجشان را حفظ کنند تشکر می‌کردند. گرچه تقریباً همه قبول دارند که زنها و مردها با هم تفاوت دارند، اغلب اشخاص هنوز از کم و کیف این تفاوت اطلاع ندارند. در 10 سال گذشته
کتب متعددی در این باره نوشته شده است. هدف همه آنها این بوده که این تفاوت‌ها را به خوانندگان خود آموزش دهند. با آنکه پیشرفت‌های فراوانی در این زمینه به دست آمده، متأسفانه اغلب آنها یکسویه نگر هستند و متأسفانه بر دامنه اختلاف زوجها می‌افزایند و رنجش آنها از یکدیگر را بیشتر می‌کنند. در این کتاب‌ها معمولاً زن یا مرد قربانی دیگری می‌شوند. در این شرایط ضرورت داشت از تفاوت‌های سالم زن و مرد آگاه شویم. برای بهبود مناسبات زوجها باید درکی به وجود آوریم که به تفاوت‌هایی که عزت نفس و شأن و بزرگی و روابط متقابل میان آنها را بهبود می‌بخشد و به عشق و علاقه آنها می‌افزاید توجه داشته باشد. پس از مصاحبه با بیش از 2500 شرکت کننده در سمینارهای روابط زناشویی به بسیاری از تفاوت‌های مثبت میان زن و مرد پی بردم. معتقدم با شناخت این تفاوت‌ها دیوارهای بلند رنجش و سوء ظن ذوب می‌شوند و فرو می‌ریزند. با گشودن باب دل از خودگذشتگی و میل به بخشودن در شما افزایش می‌یابد و انگیزه بده و بستان عشق و مهر در شما تقویت می‌گردد. با این آگاهی جدید امیدوارم که به فراسوی پیشنهادات ارائه شده در این کتاب برسید و همچنان مترصد راه‌های جدید باشید تا مهر و دلبندی شما به همسرتان افزایش یابد. تمامی اصول مندرج در این کتاب آزمایش شد. بیش از 90% از 25,000 شرکت کننده دوره‌های آموزشی من با اشتیاق تمام این اصول را تایید کردند. اگر احساس کردید که هنگام خواندن این کتاب سری به علامت تایید تکان می‌دهید و می‌گویید بله شما دقیقاً درباره من حرف می‌زنید، بدانید که تنها نیستید. شما هم مانند همه کسانی که از اصول مندرج در این کتاب سود بردند منتفع خواهید شد. کتاب مردان مریخی زنان ونوسی درباره شیوه‌های جدید تخفیف تنش در روابط زناشویی و ایجاد عشق و مهر بیشتر از طریق تشریح تفاوت‌های میان زن و مرد بحث می‌کند و سپس پیشنهادهای عملی درباره تخفیف ناراحتی‌ها و دلسردی‌ها مطرح می‌شود تا موجب شادی و صمیمیت بیشتر شما شود. نیازی به این نیست که روابط زناشویی تا این حد ناخوشایند باشد. تنش موجود در روابط زناشویی اغلب مردم از آن روز که یکدیگر را درک نمی‌کنند. به همین علت است که بسیاری از زوجها از مناسبات زناشویی خود ناراحتند. بسیاری از آنها صادقانه به شرکای زندگی خود عشق می‌ورزند و با این حال چون تنش از راه می‌رسد نمی‌دانند که برای رفع آن چه باید بکنند. شما با مطالعه این کتاب و توجه به تفاوت‌های میان زن و مرد در شرایطی قرار می‌گیرید که با همسر خود روابط بهتری ایجاد کنید و او را به حیرت بیاندازید. می‌آموزید که راه عشقی را که شایسته آن هستید هموار سازید. پس از خواندن این کتاب در حیرت می‌شوید که چگونه می‌توان بدون اطلاع از آنچه در این کتاب آمده است رابطه زناشویی موفق داشت. کتاب مردان مریخی زنان ونوسی دستورالعملی برای ایجاد روابط مبتنی بر عشق و علاقه میباشد. توضیح میدهد که چگونه زن و مرد در همه زمینه‌های زندگی با هم تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از یکدیگر با هم ارتباط برقرار می‌سازند، بلکه در احساس، اندیشه، درک، واکنش و عشق با هم تفاوت‌های اصولی دارند. و شاید بتوان گفت که زن و مرد انگار از دو سیاره متفاوت آمدند. به زبانهای متفاوت تکلم می‌کنند و به غذای متفاوت احتیاج دارند. با درک تفاوت‌های اصولی زن و مرد در موقعیتی قرار می‌گیریم که بسیاری از ناراحتی‌های موجود میان خود و همسرمان را از میان برداریم. می‌توان سوء تفاهم‌ها را تخفیف داد و یا حتی از آن به کلی اجتناب نمود. توقعات بیجا را می‌توان اصلاح کرد. وقتی به خاطر داشته باشید که همسر شما چنان کسی که در سیاره دیگر زندگی می‌کند با شما تفاوت دارد، می‌توانید آرام بگیرید و به جای مقاومت در برابر او و یا تلاش برای تغییر دادن او با او همکاری کنید. از همه اینها مهمتر وقتی این کتاب را می‌خوانید با شیوه‌های عملی متعددی برای حل مسائل ناشی از تفاوت‌های میان خود و همسرتان آشنا می‌شوید.
این کتاب تنها تحلیلی نظری درباره تفاوت‌های روانی نیست، بلکه راهنمایی عملی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توانید روابطی مبتنی بر عشق و دوستی با همسر خود ایجاد کنید. حقانیت این اصول بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است. کافی است به تجارب و عقل سلیم خود رجوع کنید و از دوستی آنها آگاه شوید. مثال‌های متعدد به سادگی و با دقت آنچه را همیشه به فراست می‌دانستید تشریح می‌کنند. این علم و اطلاع به شما کمک می‌کند تا آنچه را هستید بپذیرید. مردها اغلب در واکنش به این بینش می‌گویند انگار دقیقاً درباره من حرف می‌زنید. آیا مرا زیر نظر داشتید؟ دیگر احساس نمی‌کنم که اشکالی در کار من وجود دارد. از سوی دیگر زنها اغلب می‌گویند سرانجام شوهرم به این نتیجه رسید که به حرفایم گوش فرا دهد. دیگر مجبور نیستم برای اثبات حقانیت خود بجنگم. وقتی تفاوت‌های ما را توضیح می‌دهید شوهرم کاملاً موقعیت مرا درک می‌کند. متشکرم. اینها نمونه‌های هزاران اظهار نظر الهام بخشی هستند که وقتی دو جنس زن و مرد می‌فهمند که آنها به دو سیاره متفاوت تعلق دارند به آن اشاره می‌کنند. نتایج این برنامه جدید برای درک جنس مخالف نه تنها چشمگیر و فوری است بلکه اثراتی پردوام دارد. به روشنی مشخص است که مسیر ایجاد یک رابطه مبتنی بر عشق و مهرگاه ناهموار می شود. مسائل متعددی مطرح می شود اما خود این مسائل می تواند منبع رنجش و یا فرصتی برای افزایش صمیمیت، مهر و عشق و توجه باشد. مطالب مندرج در این کتاب لزوماً حلال همه مشکلات و آن هم در یک چشم برهم زدن نیست. به جای آن روش جدیدی ارائه می‌دهد که با تبعیت از آن روابط زناشویی شما می‌تواند شما را در حل مسائلی که ایجاد می‌شود به گونه‌ای موفقیت‌آمیز یاری دهد. با این آگاهی جدید ابزار مورد نیاز را برای دستیابی به عشقی که سزاوار آن هستید به دست می‌آورید و متقابلاً به همسرتان مهر و عشقی را که به او نیاز دارد ارزانی می‌دارید. در این کتاب درباره زنها و مردها تعمیم‌های فراوان دادم. به احتمال زیاد به این نتیجه می‌رسید که برخی از نقطه نظرهای ارائه شده از حقانیت بیشتری برخوردارند. زیرا هر کدام از ما انسانی منحصر به فرد و با تجربه‌ای منحصر به فرد هستیم. گاه برخی از شرکت کنندگان در سمینارهای من میگویند که با مثالهایی که از زنها و مردها آوردم ارتباطی معکوس احساس میکنم. ممکن است مردی با توصیفی که من از زنها دادم همخوانی داشته باشد و زنی با آنچه درباره مردها نوشته‌ام بخواند. من این نقش را نقش معکوس شده نامیدم. اگر شما هم به این نتیجه رسیدید که نقش معکوس را تجربه می‌کنید، باید به شما اطمینان بدهم که هیچ اشکالی در شما وجود ندارد. پیشنهاد می‌کنم وقتی با مطالب عنوان شده در این کتاب همخوانی ندارید یا آن را نادیده بگیرید و یا به اعماق وجود خود نگاه کنید. بسیاری از مردها از برخی از ویژگی‌های مردانه خود صرف نظر کردند تا دوست داشتنی‌تر و خواستنی‌تر به نظر برسند. به همین شکل بسیاری از زنها از برخی از خصوصیات زنانه خود گذاشتند تا بتوانند از امتیازات شغلی مردها استفاده کنند. اگر این گونه باشد، در این صورت با به کار بردن پیشنهادها، ختم اشیا و روش‌های مندرج در کتاب نه تنها روابط زناشویی خود را جذاب‌تر می‌کنید، بلکه به گونه‌ای فزاینده ویژگی‌های مردانه و زنانه خود را به حالت تعادل در می‌آورید. در این کتاب مستقیما به این سوال که چرا زنها و مردها متفاوت از یکدیگرند اشاره‌ای نکردم. این پرسشی پیچیده است که میتوان به آن پاسخهای مختلف داد که از تفاوت‌های بیولوژیکی، نقش پدر و مادر، نظم تولد گرفته تا شرطی شدن‌های فرهنگی تحت تاثیر جامعه یا وسایل ارتباط جمعی را در بر می‌گیرد. با آنکه فواید استفاده از مندرجات در این کتاب به سرعت مشخص می شود، این کتاب را نباید جایگزین مراجعه به رواندرمانگرها و مشاوران امور زناشویی و یا برخورد با خانواده‌های ناسازگار دانست. ممکن است حتی اشخاص سالم به رواندرمانی یا مشاوره با مشاورین امور زناشویی احتیاج داشته باشند.
من قویاً به تحولات شدید و تدریجی رواندرمانی و مشاوره با مشاورین امور زناشویی اعتقاد دارم. البته بارها و بارها شنیدم که اشخاص با مراجعه به مشاور در امور زندگی زناشویی از این کتاب بیشتر استفاده می‌کنند. اما معتقدم که مراجعه اشخاصی به مشاورین امور زناشویی زمینه را برای آنها به شکلی مساعد کرده است که می‌توانند از اصول مندرج در این کتاب با موفقیت برای حل مشکلات زناشویی خود استفاده کنند. ممکن است اگر گذشته‌ای ناخوشایند داشته باشیم، حتی بعد از سالها رواندرمانی و یا شرکت در گروه‌های بهبود بخش هنوز به تصویری مثبت از روابط سالم زناشویی احتیاج داشته باشیم. این کتاب این چشمانداز را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، حتی اگر گذشته بسیار خوب داشته‌ایم، به دلیل گذشت زمان به روش‌های جدیدی برای اداره زندگی زناشویی نیاز داریم. باید بتوانیم از روش‌های جدید و سالم برای برقراری ارتباط صحیح استفاده کنیم. من معتقدم که همه می‌توانند از توصیه‌های ارائه شده در این کتاب استفاده کنند. تنها اظهار نظرهای منفی که برخی از شرکت کنندگان در سمینارهای من به آن اشاره می‌کنند و یا دیگران در نامه برای من می‌نویسند این است که ای کاش قبلا کسی اینها را به من گفته بود. اما برای افزایش مهر و عشق و محبت در زندگی هرگز دیر نیست. کافی است که راه جدیدی بیابید. چه به درمانگر مراجعه بکنید یا نکنید. اگر می‌خواهید با همسرتان روابط بهتری داشته باشید، بدانید که این کتاب برای شما نوشته شده است. برای من جایی بسی خوشحالی است که کتاب مردان مریخی زنان ونوسی را نوشتم. امیدوارم بتوانید با خواندن آن بر عشق و درایت خود بیفزایید. امیدوارم از میزان طلاق‌ها کاسته شده بر تعداد ازدواج‌های موفق اضافه شود. فرزندان ما شایسته آنند که از زندگی بهتری برخوردار باشند. جان گری، 15 نوامبر 1991. اما فصل 1. مردان مریخی، زنان ونوسی. فرض کنید مردها از سیاره مریخ و زنها از سیاره ونوس آمدند. سالها پیش، روزی از روزها، وقتی مریخی‌ها پشت تلسکوپ نشسته سایر سیارات را رصد می‌کردند، ونوسی‌ها را کشف کردند. با دیدن ونوسی‌ها احساسی در آنها بیدار شد که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده بودند. مریخی‌ها به ونوسی‌ها دل باختند و چندی بعد با سفینه‌هایی که اختراع کردند راهی ونوس شدند. ونوسی‌ها با آغوش باز از مریخی‌ها استقبال کردند. آنان به غریزه می‌دانستند که چنین روزی فرا خواهد رسید. عشق ونوسی‌ها و مریخی‌ها اعجازگونه بود. آنان از با هم بودن و از اینکه می‌توانستند در کنار هم کار کنند به وجد آمده بودند. آنان با آنکه از دو سیاره متفاوت بودند، از تفاوت‌های یکدیگر لذت می‌بردند. آنان ماه‌ها وقت صرف کردند تا یکدیگر را بشناسند و از نیازها و انگاره‌های رفتاری هم آگاه شوند. آنان سالها در هماهنگی و عشق با یکدیگر زندگی کردند. آنگاه تصمیم گرفتند که به زمین پرواز کنند. ابتدا همه چیز عالی و بیکم و کاس بود، اما تحت تاثیر فضای زمین قرار گرفتند، به طوری که وقتی یکی از روزها از خواب بیدار شدند با فراموشی از نوع خاصی روبرو شده بودند که اسمش بیماری فراموشی انتخابی بود. مریخی‌ها و ونوسی‌ها فراموش کردند که از سیاره‌های متفاوتی آمدند و قرار بر این است که با هم تفاوت‌هایی داشته باشند. صبح یکی از روزها آنچه را درباره تفاوت‌های خود آموخته بودند فراموش کردند و از آن روز تا به حال زنها و مردها با هم اختلاف داشتند. رعایت تفاوت‌ها. زنها و مردها بدون توجه به اینکه قرار است با هم تفاوت‌هایی داشته باشند رو در روی یکدیگر ایستادند. همه ما در مواقعی از همسرمان دلگیر می‌شویم، زیرا این حقیقت مهم را فراموش کردیم. انتظار داریم همسر، یعنی جنس مخالف ما، آنچه را ما می‌خواهیم اون نیز بخواهد و آنچه را احساس می‌کنیم اون نیز احساس کند. ما به اشتباه فرض را بر این می‌گذاریم که اگر همسرمان ما را دوست داشته باشد با ما به شکلی رفتار کند که وقتی ما کسی را دوست داریم با او رفتار می‌کنیم. این برداشت بارها و بارها اسباب رنجش و دلخوری ما را فراهم می‌سازد
و مانع از آن می‌شود که با مهر و عشق درباره تفاوت‌هایمان با هم گفتگو کنیم. ما به اشتباه گمان می‌کنیم که اگر همسرمان ما را دوست دارد باید به گونه‌ای با ما رفتار کند یا واکنش نشان دهد که وقتی ما کسی را دوست داریم با او رفتار می‌کنیم. مردها به اشتباه انتظار دارند که زنها مانند آنان بیاندیشند، ارتباط برقرار سازند و واکنش نشان دهند. زنها نیز به اشتباه انتظار دارند که مردها مانند آنها احساس کنند، ارتباط برقرار سازند و از خود واکنش نشان دهند. ما فراموش کردیم که قرار است مردها و زنها با هم متفاوت باشند و در نتیجه روابط ما با یکدیگر پر از اختلاف و اصطکاک است. اگر بتوانیم این تفاوت‌ها را شناسایی و به آنها احترام بگذاریم تا حدود زیاد از اختلاف ما و همسرمان کاسته می‌شود. وقتی به خاطر داشته باشید که مردها به مریخ و زنها به ونوس تعلق دارند، همه چیز روشن می‌شود و جای ابهامی باقی نمی‌ماند. مروری اجمالی بر تفاوت‌های زن و مرد. در بخش‌های مختلف این کتاب به تفصیل درباره تفاوت‌های میان دو جنس زن و مرد بحث کردم. هر یک از فصل‌های این کتاب فراست جدیدی در شما ایجاد می‌کند. در این بخش به اجمال به شمه‌ای از تفاوت‌های عمده که بعداً درباره هر کدام به تفصیل بحث می‌کنم اشاره کردم. در فصل 2 درباره ارزش‌های اصولاً متفاوت میان زن و مرد بحث شده است. سعی می‌کنیم درباره دو اشتباه بزرگ در برداشت زن و مرد از یکدیگر بحث کنیم و با شناخت زمینه‌های مریخی و ونوسی علت این اشتباهات را توضیح می‌دهیم. با رعایت این تفاوت‌ها می‌توانیم اشتباهات خود را اصلاح نموده با هم برخورد سازنده‌تری داشته باشیم. در فصل 3 به روش‌های متفاوت زن و مرد برای کنار آمدن با استرس اشاره می‌کنیم. در حالی که مریخی‌ها تمایل دارند در خود فرو روند و در سکوت به آنچه آنان را آزار می‌دهد بپردازند، ونوسی‌ها می‌خواهند درباره آنچه آنان را آزار می‌دهد حرف بزنند. با استفاده از روش‌های ارائه شده در فصل 3 می‌توانید به هنگام بروز اختلاف به خواسته‌های خود برسید. در فصل 4 از برانگیختن انگیزه در جنس مخالف حرف می‌زنیم. مردها زمانی انگیزه پیدا می‌کنند که احساس کنند مورد نیاز هستند، حالانکه زنها وقتی احساس کنند دیگران آن را گرامی می‌دارند برانگیخته می‌شوند. در این فصل درباره 3 اقدامی که برای بهبود روابط زناشویی خود به آن احتیاج داریم بحث می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانیم بر یکی از بزرگترین دشواری‌های خود فائق آییم. مردها باید از مقاومت در برابر ارزانی کردن مهر و عشق خودداری کنند و زنها از مقاومت در برابر قبول این مهر و عشق دست بکشند. در فصل 5 می‌خوانید که زن و مرد به دلیل طرز تکلم متفاوت یکدیگر را درست درک نمی‌کنند. برای رفع این مشکل از یک فرهنگ لغت مریخی ونوسی استفاده می‌کنیم تا سوء تفاهم‌های اغلب موجود را ترجمه کرده باشیم. می‌آموزید که زن و مرد به دلایل کاملا متفاوت با هم حرف می‌زنند و یا از آن تفره می‌روند. زنها می‌آموزند که وقتی مردها لب از سخن فرو می‌بندند چه باید بکنند و مردها می‌آموزند که چگونه بیان که ناراحت شوند مستمع بهتری باشند. در فصل 6 می‌خوانید که زن و مرد برای صمیمی شدن نیازهای متفاوت دارند. مرد خود را به زن نزدیک می‌کند اما بعد به ناچار و بی آنکه بخواهد از او فاصله می‌گیرد. زنها نیز می‌آموزند که با حمایت از این حرکت مرد او را مجدداً به خود جلب کنند. در فصل 7 حرکت موجگونه احساسات عاشقانه، افزایش و نقصان آن را بررسی می‌کنیم. مردها نیز می‌آموزند که چگونه این تغییرات ناگهانی احساسی را معنی کنند. مردها همچنین می‌آموزند که در چنین زمانی مورد نیاز هستند و چگونه می‌توانند بدون از خودگذشتگی نقشی حمایتگر داشته باشند. در فصل 8 درباره اینکه چگونه زن و مرد با توجه به نیازهای خود و نه بر اساس خواسته‌های یکدیگر عشقی را که به آن نیاز دارند ارزانی می‌کنند. مردها خواهان عشقی هستند که قابل اعتماد، قابل قبول و مورد قدردانی باشد و حال آنکه زنها به عشقی علاقه‌مندند که درک و توجه و احترام را در پی داشته باشد. در این فصل با 6 روشی که شما ناخواسته آتش عشق همسر خود را خاموش می‌کنید آشنا می‌شوید.
در فصل 9 درباره طرز اجتناب از مشاجرات دردناک بحث می‌کنیم. مردها می‌آموزند که چهره همیشه حق به جانب آنان احساسات همسرشان را جریحه‌دار می‌کند و زنها می‌آموزند که چگونه ندانسته وقتی به جای مخالفت تایید نمی‌کنند مردها را در حالت تدافعی قرار می‌دهند. در این فصل ساختار مشاجره را به کمک پیشنهادهای عملی برای ایجاد ارتباطی حمایتگرانه می‌آموزید. در فصل 10 توضیح داده‌ایم که زن و مرد چگونه امتیازها را به شکلی متفاوت برای خود محاسبه می‌کنند. مردها به این نتیجه می‌رسند که برای ونوسی‌ها هر هدیه عشق با هر هدیه دیگر بدون توجه به بزرگی یا کوچکی آن امتیاز برابر دارد. حالانکه برای مردان آنچه یادآور عشق و علاقه باشد ارزشمند است. در این فصل به 101 روش برای امتیاز آوردن در ارتباط با زنها اشاره شده. از سوی دیگر زنها می‌آموزند که نیروی خود را صرف روش‌هایی کنند تا با برآورده ساختن نظر مردها به آنها امتیاز بیشتری بدهند. در فصل 11 با روش‌های آشنا می‌شوید که به شما امکان می‌دهد در شرایط دشوار با یکدیگر ارتباط برقرار سازید. روش‌های متفاوتی که زن و مرد برای کتمان احساسات خود به کار می‌گیرند. با توجه به اهمیت در میان گذاشتن احساسات مورد بحث قرار می‌گیرند. روش نوشتن نامه عاشقانه از جمله روش‌هایی است که برای علاقه‌مند شدن در دوباره زن و شوهر به یکدیگر مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل 12 می‌خوانید که چرا ونوسی‌ها با دشواری بیشتر طالب حمایت می‌شوند. همانطور که مریخی‌ها اغلب در برابر درخواست‌ها مقاومت می‌کنند. به این نتیجه می‌رسید که چگونه عباراتی از قبیل آیا می‌توانید مردها را خاموش می‌کند و می‌آموزید که برای جلوگیری از این خاموش شدن‌ها به جای طرح چنین سوالی چه می‌توانید بگویید. در این فصل با رمز و راز تشویق یک مرد برای از خود بیشتر مایه گذاشتن آگاه می‌شوید. می‌فهمید که چگونه می‌توانید صریح و مستقیم حرف بزنید و از کلمات درست استفاده کنید. در فصل 13 به بحث درباره 4 دلیل عشق پرداخته‌ایم. برداشت واقع بینانه از اینکه عشق چگونه تغییر و رشد می‌کند. کمکی است برای شما تا با موانع اجتناب ناپذیری که در هر رابطه‌ای بروز می‌کند آشنا شوید. می‌آموزید که چگونه گذشته شما و همسرتان می‌تواند روی روابط امروزتان اثر بگذارد. می‌آموزید که چگونه می‌توانید جادوی عشق را زنده نگه دارید. در هر فصل کتاب مردان مریخی زنان ونوسی با رمز و رازی جدید برای برقراری و ماندگار نگه داشتن عشق آشنا می‌شوید. هر کشف جدید شما را برای رسیدن به روابط بهتر کمک می‌کند. امیدوارم که تا همین قدر که تونستم برای شما بخونم از این کتاب خوشتون اومده باشه و البته این کتاب بسیار زیباست و پیشنهاد میکنم که تهیه کنید و تا انتهای کتاب رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.